فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگر پرسیدن چرا زنی که شوهرش او را طلاق داده و دوباره میخواهد او را بازگرداند نمیتواند، چون باید کسی دیگه با او عقد کند و دوباره طلاقش بدهد تا دوباره شوهر اولش با او عقد کند. چرا چنین چیزیه؟ در مورد بحث طلاق الحمدلله این تشریع طلاق یک نعمت از جانب الله متعال، همان گونه که ازدواج یک نعمت هست و رحمت الله متعال هست، همچنین طلاق هم یکی از احکام شرعی هست و یکی از نعمت‌های الله متعال هست که در موارد استثنایی استفاده میشه. مثلا در صورتی که زندگی به هیچ عنوان قابل تحمل نباشه برای زن و شوهر، این راهکاری هست برای اینکه خودشون رو از این زندگی نامناسب و در واقع جهنم دنیا نجات بدن. بحث طلاق در شریعت اسلامی یک بحث دقیق هست، حساب شده هست، یک سری مراحلی رو دارد در این زمینه که الله متعال اینها رو کاملا در قرآن کریم و رسول الله در سنت خودش کاملا مرحله به مرحله و قدم به قدم اینو برای ما تبیین کردن. و اگر شخصی اونگونه که طلاق سنی هست، به این معنی که طلاقی که از سنت رسول الله ثابت هست، عملا خدا و رسول دستور دادن طلاق باید این مراحل رو طی بکند، امکان ندارد که کسی که طلاق شرعی را بدهد یا طلاق بر اساس اون مراحلی باشد که خدا و رسول دستور دادن، امکان ندارد چنین شخصی دچار در واقع پشیمانی و ندامت بشه. قطعا یک مسیری رو طی خواهد کرد که میتونه تصمیم عاقلانه رو بگیره. طلاقی که مشروع هست یا طلاقی که به عنوان طلاق سنی در مقابلش طلاق بدعی هست، یعنی طلاقی که بدعت هست و ناروا هست به این صورت طلاق دادن، یک طلاق دیگری داریم که طلاق سنی هست، یعنی بر اساس سنتی و روشی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده. طلاق 3 مرحله داره، یا به تعبیر دیگر 3 طلاق داریم. یعنی مرد زمانی که یک زنی را ازدواج میکند از نظر شرعی 3 طلاق را و 3 حق طلاق به اون در واقع داده میشه. این برگرفته از آیات قرآن هست و از روایاتی که در این زمینه وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از عمل کرده ایشان، سیره رسول الله، عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کاملا ثابت هست و یک امر متفق علیه هست در میان تمام مذاهب اسلامی. خداوند متعال در سوره بقره وقتی که بحث طلاق رو مطرح میکند میفرماید الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبه هست. این به صورت این که مرحله هاشو میخواد بیان بکند. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. خب طلاق 2 مرتبه هست. بعد از این 2 مرتبه که خداوند متعال میفرماند فامساک بمعروف، یا مثل در واقع یعنی با روش خوب و مناسبی با همدیگر زندگی بکنند، او تسریح به احسان، یا به روش پسندیده زن رو رها بکنند، یعنی طلاق سومش رو بدهد که در واقع برود دنبال کار و زندگی خودش. خب در اینجا خداوند متعال میفرماید که طلاق 2 مرتبه هست، یعنی این که 2 مرتبه شوهر حق دارد که زن را طلاق بدهد دوباره رجوع بکند. این سوال بیننده این بود که چرا وقتی که شوهر زنش را طلاق میدهد نمیتواند رجوع بکند مگر این که زن برود شوهر دیگری رو بگیرد. این یک مرحله بعدی هست. در مرحله اول الله متعال میفرماید الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبه هست، یعنی تا 2 مرتبه شوهری که زنش را طلاق داده حق دارد که دوباره این زن را به نکاح خودش دوباره بازگرداند. به این وسیله که مثلا 1 مرتبه شوهر به زنش میگه که تو طلاقی، من تو را طلاق دادم، با این الفاظ را به کار میبرند. بعد از این طلاق فقط 1 طلاقی باشه. شرایطش رو من بارها اینو بیان کردم. اولا که این طلاق باید 1 طلاقی باشه. دوما این طلاق باید در حالت طهر باشه، زمانی که زن در عادت ماهیانه نیست. و سوما زمانی که شوهر در این عادت، در این طهر و پاکی، یعنی الان که زن در حالت پاکی هست، نه در این پاکی و نه در ناپاکی قبلش، ولو اینکه حرام هست، این شوهر با زنش مخالفت نکرده باشه. با این 3 شرط 1 طلاقی رو فقط چیکار میکند؟ میدهد. فقط 1 طلاق. خب بعد از اینکه 1 طلاق رو داد، این شوهر تا 3 ماه فرصت داره که فکر بکنه. بعد از اینکه 1 طلاق رو داد تا 3 ماه این فرصت داره که فکرای خودش رو بکنه. ایام عده به تعبیری 3 قاعدگی یا مساوی با 3 ماه است، یعنی تقریبا 3 ماه می شود. تا 3 قاعدگی و حدوداً 3 ماه این شوهر
اختیار داره فکرای خودش رو بکنه. اگر خواست که طلاق واقع بشه خب واقع کرده دیگه، نیازی نیست که طلاق دیگه بده، خود به خود طلاق میشه. بعد از گذشت 3 ماه این زن و مرد با همدیگر میشون نامحرم، این طلاقشون طلاق باینی میشه میفته. اما در طول این 3 ماه میتونه این شوهر دوباره این زن رو بگه که من رجوع کردم، نمیخوام که زن رو طلاق بدم، یا اینکه اونو ببرد به خونه. اساسا زن در خونه شوهر هست، یعنی در این 3 ماه اساسا این زن باید در خونه شوهر باشه. این گونه نیست که یک مرتبه که شوهر گفت که تو طلاق هستی خونه رو ترک بکند بره خونه پدر و مادرش، بلکه در اون منزل بنشیند، حتی خودش رو آرایش بکنه تا این و خدمتگزار شوهرش باشد، اخلاقش رو و رفتارش رو تجدید نظر بکند تا اینکه بتواند نظر شوهرش رو جلب بکنه. خب در این 3 ماه اگر که رجوع کرد، رجوع نکرد، یک طلاق واقع میشه. خوبیش این است که بعد از این که یک طلاق واقع شد اینها دیگه از همدیگر جدان باین هستند، یعنی عقد نکاح به صورت کلی از بین رفته. اما خوبیش این است که این زن و شوهر میتونن دوباره با همدیگر ازدواج بکنن، یک عقد جدید بخونن، دوباره میشن زن و شوهر همدیگر. یعنی بازم فرصت دارن، بازم فرصت دارن که دوباره، یعنی 3 ماه فرصت برای فکر کردن داره. بعد از اینکه این عقد نکاح به صورت کامل از بین می رود، باز هم فرصت هست که این زن و شوهر با هم دیگر ازدواج بکنن، هیچ ممانعتی نداره. این طلاق اول هست. طلاق دوم رو به همین صورت اگر بازم دید که زن بسیار سازگار نیست، نیازی بود برای طلاق دوم رو با همون شرایطی که من عرض کردم به همون شرایط طلاق بده. بعد از اون 3 ماه دیگه فرصت داره شوهر بازم فکرای خودش رو بکنه. اگر صبر کرد بعد از طلاق دوم که خب میتونه که یعنی خواست طلاق بده که طلاقش میفته، نخواست طلاق بده دوباره رجوع بکنه. اگر طلاق افتاد بازم میتونه که دوباره با هم دیگه چیکار بکنن؟ ازدواج بکنن. این مرحله دوم. اما مرحله سومی که این سوال بیننده ما هست، این صراحتا الله متعال در قرآن کریم میفرماید فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. تا اگر برای بار سوم شوهر زنش رو طلاق داد، در این صورت دیگه این زن و شوهر به هیچ صورتی بر هم دیگر حلال نمیشوند تا چه زمانی؟ حتی تنکح زوجا غیره، تا زمانی که این زن برود با یک مرد دیگه با اختیار خودش، نه به نیت اینکه حلال بشه، با اختیار خودش برود یک زندگی مشترک دیگری رو در واقع تشکیل بدهد. احیانا اگر شوهر دومش طلاق داد، در ادامه آیه خداوند متعال میفرماید فإن طلقها، اگر شوهر دوم طلاقش داد، این زندگی دوم مجددش باز مجددش یعنی خراب شد. نه اینکه وادار بکنن شوهر دوم رو طلاق بده، نه اینکه اول قرارداد ببندن که ازدواجش بکن بعدش طلاق بده تا اینکه برای شوهر اولش حلال بشه. مثل قضیه محلل که خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و آله هم اون محلل رو حلال به اصطلاح لعنت کرده و همون شوهری رو که برایش حلال میشه. هر دو تا مورد لعنت رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفتن. فإن طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظن ان یقیما حدود الله. اگر اون شوهر دوم طلاقش داد هیچ اشکال نداره، اگر خواستن دوباره میتونه به شوهر اولیش بر بگرده. پس بنابراین این یک تشریح هست، یک فلسفه خیلی دقیقی داره و خیلی محکم کاری شده. تا 6 ماه یعنی در ظرف 2 طلاق کاملا شوهر اختیار داره. در طلاق اول، در طلاق دوم اگر طلاق افتاد یعنی بعد از اینکه عده بگذرد، زن و شوهر دوباره میتونن با هم دیگر ازدواج بکنند با نکاح مجدد. اما بعد از اینکه طلاق سوم افتاد دیگه این فرصت از دستشون گرفته میشه. این خودش این تشریع و شریعت به خاطر اینه که زن و این خود طلاق بازیشه دست شوهر نباشه. اگر قرار باشه که هی 3 طلاق بده دوباره ازدواج بکنه، 3 طلاق بده دوباره ازدواج بکنه، این یک بازیچه‌ای هست و زنان رو در واقع روزی 1000 مرتبه طلاق میدن دوباره ازدواج میکنن. خداوند متعال برای اینکه این کرامت زن حفظ بشود و واقعا معلوم بشود که این زن و شوهر با همدیگر سازگار هستند، همدیگر رو میخواهند، این شوهر نمیخواد زنش رو طلاق بده، خاطر اگر طلاق بده دوباره نمیتونه ازدواج بکنه، این واقعا یک شریعت در واقع محکمی هست که خداوند متعال قرار داده. اصل این جریان و آیه در نازل شد درباره یک زنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله که بنابر بعضی از روایات اسمش تمیمه بوده و بنابر بعضی دیگر عایشه بنت عبدالرحمن بوده. این زن همسر یکی از اصحاب بود به نام رفاعه که پسر عموش بود، رفاعه قرظی. اتفاقا این رفاعه قرظی اون زن رو طلاق داد، تمیمه رو طلاق داد و بعد از این که این رو طلاق داده بود این زن رفت با یک مرد دیگر ازدواج کرد، عبدالرحمن ابن زبیر رو ازدواج کرد. بعد از این اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله من میخوام به شوهر اولم برگردم.
شوهر اولش که رفاعی بود طلاقش داده بود، از اون طلاق گرفته بود، با فرد دیگری ازدواج کرده بود، دوباره اومد پیش رسول الله، یا رسول الله من میخوام به شوهر اولم بر بگردم. البته بعد از این که طلاقش داده بود، بعد از این که عبدالرحمن ابن زبیر هم طلاقش داده بود، گفت من میخوام بر بگردم به شوهر اولی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خب چرا میخوای از این جدا شدی، چرا جدا شدی، چرا میخوای به شوهر اولی بر بگردی؟ این تعبیر جالبی کرد، اشاره کرد که انما معه مثل حدبة الثوب، یعنی این که توانایی جنسی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا حتی یذوق عسیلتکی و تذوقی عسیلته. یه تعبیر خیلی جالبی. نه، نمیتونی به شوهر اولیت بر بگردی مگر تا زمانی که او عسل تو را بچشه و تو هم عسل او را بچشی. تعبیر دقیق از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این حدیث این برداشت می شود که یعنی این که بعد از 3 طلاق این زن برود شوهر دیگری ازدواج بکند، به مجرد عقد حلال نمیشه برای شوهر ازدواج سوری نباشه، ازدواج سوری نباشه، قراردادی نباشه که خودشون یک توافقی کرده باشن و عملا باید خمخوابگی و جماع صورت بگیره. بعد از این حلال میشه برای زن، برای شوهر اول. سبحان الله. پس در هر چیز اسلام یک حکمتی وجود داره. قطعا یعنی من به خاطر این مسئله یه مقدار یعنی بیشتر تفصیل دادم که این مسائل عموما برای مردم بیان نشده و این حکمت ها و فلسفه ها و این مراحل رو با این دقت و ظرافت بسیار از بینندگان ما در واقع مد نظرشون ندارن در هنگام طلاق دادن و فکر میکنند که این حق طلاق یک حقی هست که برای زنان در واقع یک نوع حق کشی برای زنان صورت گرفته. این گونه نیست، بلکه این یک نوع رحمتی هست هم برای مردان و هم برای زنان.